5 چیزی که پرنده‌تو مثل آب خوردن میکشه و به قول معروف یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. اگه میخوای پرنده‌تو از دست ندی و یک تجربه تلخ برای خودت درست نکنی، حتما تا ادامه ویدیو همراه من باش. ولی قبلش ازتون میخوام به خاطر زحماتی که برای این پست کشیده شده این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. 1. اکثر میوه‌ها برای پرنده‌ها مفیدن، ولی باید حتما حواسمون به هسته بعضی از اونها باشه که فوق‌العاده سمی‌ان. میوه‌هایی مثل سیب، گلابی، هلو و زردآلو برای پرنده فوق‌العاده‌ان، ولی قبل از مصرف حتما هسته اونها رو جدا کنید. و میوه‌هایی مثل خربزه، طالبی، بلوبری، انگور، پرتقال، نارنگی، هندونه رو میتونید با هسته به پرنده‌تون بدید و هیچ ایرادی نداره. 2. گل و گیاه. اکثر ما توی خونمون حداقل یه گلدون رو نگهداری می‌کنیم و این بزرگترین خطر برای پرنده ماست و فقط کافیه یک لحظه غافل بشیم تا پرنده‌مون فقط یکم از اون گیاها بخوره و دچار مسمومیت بشه. گل‌هایی مثل نرگس، شیپوری، ارکیده، لاله و گیاهانی مثل پوتوس و برگ انجیری برای پرنده مثل یک سم هستن و باید از دسترس اونها خارج بشن. 3. گرما. همونطوری که همه ما میدونیم سرما و سرماخوردگی یک دشمن بزرگ برای پرنده است، ولی یه چیز بدتر از اون وجود داره به اسم گرما و گرمازدگی که خیلی خطرناک‌تر از سرماست. من خیلی رو میبینم که پرنده‌شون رو توی تابستون در بالکن میذارن یا حتی اون رو روبروی باد مستقیم کولر قرار میدن و فردا میگن پرندم گرمازده شده و یا دچار بیحالی شدید شده. پس به هیچ وجه پرنده رو در هیچ فصلی توی بالکن یا حیاط قرار ندید و در معرض باد مستقیم کولر و یا پنکه هم اصلا قرار نگیره. 5. حمام کردن. پرنده‌ها مثل حیوانات دیگه به حمام کردن احتیاجی ندارن، البته که باید به نظافت و محیط زندگیشون اهمیت بده، اما حمام کردن به هیچ وجه توصیه نمیشه. خب پس چطور پرنده‌مون رو تمیز نگه داریم؟ شما میتونید بساط حمام رو براشون فراهم بکنید، مثلا یک ظرف کمو براشون بذارید که خودشون حموم بکنن یا با اسپری آب پاش به مقدار کم روی بدن توتی اسپری بکنید و هیچ وقت به زور یه پرنده رو حموم نبرید و اصلا هم با شامپو نشوریدش مگر اینکه بخواید اون رو به کشتن بدید. البته به صورت کامل‌تر بعداً راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. در آخر هم توی کامنت‌ها بگید که کدوم یکی از این کارا رو تا حالا انجام میدادید و هر سوالی داشتید حتما تو کامنت‌ها بپرسید.